لیستر یکه و یگانش و جنازه پدرش نامد. این میگه از آثار بوستانی و مأخذهای تاریخی و فرهنگی برمیآید که مردم تاجیک هنوز در عهد قدیم با صنعت تئاتری ارتباط زیاد داشتند و به اندیشه بعضی مردم شناسان پایه‌گذاری آن نیز بودند. یعنی مکتب تئاتری تاجیک در مقیاس ممالک پساشوروی مکتب ویژه و اعتراف گشته بود و هست. اثرهای ثانوی ایجادکاران تاجیک مقام جهانی دارند و بارها در محفل‌های بین‌المللی تئاتری پیروز هم گردیدند. این آثار هنوز هم پابرجاست و تالارهای تئاتری ما سرتماشابینند. در ارتباط با این وارثان اصلی پایه‌گذاران تئاتر همسان با اصلی برهانوف، مشرفه قاسیمова، توفه فاضلova، محمود جان واحدов، عطا محمد جانов، هاشم گدا، مریم عیسایeva و ده‌های دیگر پیوسته کوشش میکنند با صحنه‌های نو و دیدنی، تربیوی و تلقین کننده مهر و وفا و مسکوی روی صحنه باشند و فضای تئاتر تاجیک را همیشه نورپاشی کنند. این نوبت تماشابینان تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی را کارمندان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و زیرساختارهای آن تشکیل میداد. هنرمندان نمایشنامه تازه ایجاد را از روی آثار نویسنده و هنرمند حرفه‌ای ازبکستانی خالق خورسندов با عنوان بعد مردن خواه بیایی خواه نه یا روی صحنه آوردند. اسپکتاکل مذکور در ژانر محسکه تهیه گردیده آن را عبدالکریم اشرف با کارگردانی سلطان عثمانов به صحنه گذاشتند. نمایشنامه اگرچه محسکه بود اما ماهیت تربیوی داشت. آن موافق به زندگی حاضر تهیه گردیده مهر و محبت فرزندان را نسبت به والدین بازگویی میکرد. یعنی اکتیوران با به صحنه گذاشتن این نمایشنامه خواستند به درد والدانی که در زندگی از فرزندانشون صمیمیت ندیدند مرهم باشند. ای برادر خاک پایت بیا گر تو ما را دوست نداری بیا افتخاری ما و تو در زندگی است بعد مردن خواه بیایی خواه نیایی. اگرچه در نقش‌های اساسی هنرمندان حرفه‌ای و تجربه‌داران نقش آفرین نمودند اما بیشتر نقش‌ها از جانب جوانان اجرا گردیدند. یعنی گفتن ممکن است که در نمایشنامه بعد مردن خواه بیایی خواه نیا کارگردان بیشتر به جوانان تکیه نموده است که از جانب تماشابینان نیز با کفگویی‌های بردوام قبول گردید.